طوری دعا بکنید: خدایا فرزندی به من عطا بکن که در بدنش سالم باشه، در اخلاقش صالح باشه، در خدمت به دین تو و بندگان تو مصلح و مجاهد باشه. خدایا این فرزند رو با این اوصاف به من بده. و وقتی دادی خدایا به عنوان سرباز بدون مرخصی خودت فرزند منو تو لیست مجاهدین دین خودت و راه خودت و نصرت بندگان خودت اسم فرزند من، چه دختر باشه چه پسر باشه، بنویس سرباز بدون مرخصی. این عزیزمون مرگ طبیعی بود، اما مرگ خوبی بود. من فکر میکنم امید داریم به درگاه خداوند. اگر میخوای خدا چیزی بهت بده، برای برادرت چیزهای خوب از خدا تقاضا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی در خلوت خودش برای برادر و خواهر مسلمانش دعای خوبی کرد، خداوند فرشته‌ای در مقابل او میفرستد. همون لحظه‌ای که دعاش تمام شد، فرشته دست بلند میکنه به درگاه خدا، میگه ولک مثل ذلک، خدایا برای خودش قرار بده اون چیزی که برای برادر و خواهرش از تو تقاضا کرد. دعای من و تو به اجابت نزدیکتره یا دعای فرشته معصوم؟ اگر میخوای به چیز خوبی برسی، چیز خوب برای برادران و خواهران تقاضا بکن. اگر میخوای مشکلت حل بشه، برو مشکل دیگران حل بکن که گره زندگی تو حل خواهد شد. مرگ عادی هر مسلمانی 4 چیز برش واجبه وقتی که برادری متوفا میشه. 1 غسل، بهتره که خانوادهش غسلش بدن. غسل میت تاکید بر این شده که هر کسی خانواده خودش غسل بده، اونایی که محرمشن، چون این متوفا و این میت سالهای سال شاید سری زیر لباسش داشته باشه، عیبی خللی زیر لباسش باشه، تو عورتش باشه. خدا چشم بندگان خدا را پوشونده، اما یه غسالی که از خانوادهش نیست بره اونو غسل بده، بعد این عیب مطرح بشه. پس سنته که هر کسی میت خودشو در وهله اول و دوم خودش غسل بده، چه زن باشه چه مرد باشه. اگر زن، خالش، عمش، دختراش، خواهراش، نوهاش. پس اولین واجب بر میت غسل دادنه. 2 کفن پوشیدنه، در یک تکه پارچه سفید اگر هست، اگر نیست رنگ دیگه، پاک. وقتی غسلش میدن چه؟ وضوش هم میگیرن. 3 نماز بر جنازه که نیاز میت به این نمازه و این نماز در اصل دعاست. تکبیر 3 هدفه: اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و صغیرنا و کبیرنا و شاهدنا و غائبنا تا آخر. دعا برای میت. پس این میت نیاز به غسل داره، نیاز به کفن داره چون مرگ عادی مرده، نیاز به نماز داره. و 4 دفن میت در یک زمین پاک در قبرستان مسلمانان. نه این که وصیت بکنه منو تو نخلستان خودم دفن بکنید، این کار نکنید. منو تو باغ خودم دفن بکنید، این کار نکنید. از دعای خیر مسلمانان وقتی به زیارت قبرستان میرن محروم میشید. بعضی وصیت میکنن که وقتی من مردم تو زمین خودم، تو باغ خودم منو دفن بکنید، این کارو نکنید. تو قبرستان مسلمانان دفن بشید، همراه مسلمانان زندگی بکنید، در جمع مسلمانان میمیرید، تو قبرستان مسلمانان دفن بشید. تا هر کسی در اون قبرستان وارد شد: السلام علیکم دار قوم مؤمنین غفر الله لنا و لکم انتم السابقون و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی.
پس چهارمین واجب دفن. اما هر کسی در راه خدا شهید میشه غسل نداره، کفن نداره، نماز جنازه هم نداره، اما دفن باید بشه. این امتیاز خداوند فقط به شهید داده، زیباترین نوع مردن. با همون لباس خونیش باید دفن بشه، همون کفنشه، غسل هم داده نمیشه، نماز جنازه هم نداره. با اولین قطره خونش هر 8 در بهشت باز میشه. پیامبر درباره خون شهید و رنگش گفته و بوش گفته اللون لون الدم و الریح ریح المسک. رنگ این خون رنگ خونه، اما بوش نزد خدا بوی مشک عنبر عوده. در حق خودمون کوتاهی نکنیم، در حق فرزندانمون کوتاهی نکنیم، به خدا پناه ببریم از اینکه با سکته قلبی بمیریم، با ایست مغزی بمیریم، با سرطان بمیریم. از خدا بخواهیم که زندگی ما تحول آفرین باشه و مرگ ما تحول آفرین باشه برای بندگان خدا. همینطوری که شهادت شیخمون در منطقه یه رنسانسی بود، یک تحولی شگرف رخ داد که امروز بعد از نماز جمعه این همه مشتاق نشسته. شما به برکت اون قربانی اینجا نشستید، نه اینکه من جذاب صحبت میکنم که نسل‌های بعدی و بعدی شیخو ندیدن، فقط نامش شنیدن، اوصافش شنیدن. این تحولاتی که تو منطقه داریم میبینیم که در رمضان به اوج میرسه، این برمیگرده به اون مجدد زمان تو این منطقه که یک حیات واقعی به جامعه تزریق کرد. خدا بهش برکت داد. یک بچه روستایی از روستای بلوک بلند میشه میره مدینه و اونجا از اون زلال، اون چشمه زلال و پاک و صافی خودش سیراب میکنه و میاد منطقه رو سیراب میکنه. خوب دقت بکنید که امیرالمومنین رضی الله عنه دعا میکنه خدایا مرگ در راه خودت، شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرت نصیبم بفرما. هم شهادت نصیب شد، هم در محراب خنجر خورد و هم در مدینه. حالا بهترین نوع مرگ نصیب شده. در مدینه 2 جا هست برای دفن شدن. یک قبرستان بقیع است که بیش از 10,000 صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم که همراهش بودن، شاهد نزول وحی بودن، جبرئیل رو دیدن، در غزوات همراه شمشیر میزدن، در همه فراز و نشیب و زندگی همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. در غزوه بدر همراهی کردن. به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تو به ما بگو به بیابان بزنید، خودمونو به بیابان میزنیم. بگو برید به کوها، میریم تو کوها. به جنگل بزنید، به دریا بزنید، ما این اقیانوس ها رو شنا میکنیم. خدا و رسول خدا از ما راضی باشن. پیامبر دستشو بلند کرد و دعا کرد برای اهل بدر. در قبرستان بقیع بیش از 10,000 صحابه دفن اونجا، از جمله حضرت عثمان رضی الله عنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در آخر الزمان ایمان به مدینه برمیگرده، همون طوری که مار به سوراخش برمیگرده. من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اگر یکی از شما میتونه در مدینه بمیره پس انجام بده این کارو، نه اینکه بره تو مدینه خودکشی بکنه. اگر خدا نصیبش کرد که تو مدینه زندگی بکنه، از مدینه خیلی خارج نشه. بعضی از زنها، پدرها و